امروز سنه هفتم مارت رسای یک ماه پیش در این روز کودک 9 ساله از شهر خوجند صفیه رحمت و ناپدید شد. بنابر نوار آخرین که به دست کارمندان شعبه اطلاعاتی رسید، صفیه همراهی دوگانش به ساحل دریا فرآمده است. در این نوار دیده می شود که سنه 7 فوریه پس از ساعت 13 صفیه رحمت و همراه دوگانش به ساحل دریای سیر فرآمده است. آنها چند مدت در کتی نزدیک ساحل بازی می کنند. در ادامه نوار سر این دو دخترک معلوم است که آنها مشغول بازی اند. پیوندان صفیه 9 ساله برابر نجات دهندگان دسته مخصوصی زود عمل به کوفتکو مشغولند. انتظاری دست در راستی پروردگار ما کوفتکو به جسد فرزندم جستجو داریم. کارگرای MTS هر روز با ما رقابت کاری دارن با خیشتواری دوستو که اون کسانی که یاردم کردن همه اون دوستان من قطعا کارگرای MTS تا سرحد ازبکستان رفتیم. دو ژالیزی کلون ازبکستان صاحب تشنه پلاتینه دو تشک شد که آبی بسیاری که طرفی ازبکستان گذشته است. آبی که طرفی زفرآباد میرد سیتکاش محکم معنی که سیتکنده معنی که رزولتات نیست لیکن گذاشتنش ممکن چون نپوری آب کلان زون ژالیزок شده. اگه همه آب طرفی زفرآباد نمیرده اکثری آب طرفی ازبکستان میرد. سید اعظم خان رحمتوف پدری صفیه گم شده تخمین میکند که احتمال جسد دخترش در پایان آب دریای سیر باشد که آن به حدود کشور همسایه ازبکستان داخل می شود. زیرا سطح آب دریا بلند است و جریان آن تیز می باشد. نجات دهندگان دسته مخصوصی زودعملی ولایت سوخت و شعبه آن در شهر خوجند دام 1 ماه است که او را می جویند. طریق دریا تا سرحد کشور همسایه رفتند. نجات دهندگان همراه خود پدری صفیه را نیز بردند تا از وضع آگاه باشد. عائله رحمتوف ها مخصوصا زنهای این عائله نوبسته از تصدیق گردیدن غرق شدن دخترشان و دوباره پیدا شدن صفیه امید دارند. نجات دهندگان دسته مخصوصی زودعملی نجاتدهی ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در ولایت سوخت و شعبه آن در شهر خوجند بر آن نظرند که هوا از آغاز هفته نو گرمتر خواهد شد. اگر حرارت هوا گرم شود سپس جسد ورم میکند و از قعر دریا روی آب میبراید. از این رو برای سری وقت پیدا نمودن صفیه هوای سرد و آب خنک مانع ایجاد نموده است. اکنون احتمال میکنند و تخمین میزنند روزهای گرمی هفته آینده صفیه روی آب میبراید. اگر او در دریای سیری حدودی ولایت سوخت باشد حتما پیدا میکنند. درازی دریای سیر که از حدود ولایت سوخت میگذرد بیش از 2000 کیلومتر را تشکیل میدهد. امروز 1 ماه می شود که ما کوفتکوی رحمت و صفیه خانه کوفتکو داریم. هر روزه از جای حادثه تا سرحد ازبکستان تا پلاتینه کوفته میریم و میکنیم. هم روی آبی هم زیر آبی گذراندیم. هر روزه از ساعت 9 تا ساعت 5 بیگاهی با یاری قایق‌های نجاتدهی کوفتکو داریم. در هر روزه هم روی آبی کوفته ایستادیم هم زیر آبی کوفتکو قرار داریم. حاضرش به مشکلی یگان وای نداریم. حساب هوا خنک بودنش از روی ویا کارهای تجربه همین میگون می شود که
масалан баҳор ба ғутидаги одам 3 рӯз ба бояд рӯи об мебирояд, лекин вақти зимистон ба то 1 моҳ 40 рӯза даги об шуданаш мумкин. Аку ман масалан тахмин дорам ки ба фикри ман оқидаги ҳамон духтарча рӯи об кати, барои ки як рӯзи 29 шудаги ҳодиса мова дарс мешавад. Масалан рӯзи 29 оқида аст, пагаш мо ёфтем рӯзи якум. ҳамин ба фикри ман ҳамин вай меша ёфтан мумкин. ёдовар мешавем ки Сафияхон Раҳматови 9 сола санаи 7 феврал ҳангоми бозӣ дар соҳили дарёи Сир нопадид гардид. Барои ҷустуҷӯи духтарак ҳанӯз кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва наҷотдиҳандагон корбарӣ мекунанд. Ҷустуҷӯи Сафияхонро бо дархости Тоҷикистон дар Ӯзбекистон низ оғоз карданд то натиҷае ба даст ояд. гузориши Мафнӯшкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.